میهمان بزرگوار، در این ویدیو در مورد ترکیب پریگاولین صحبت می‌کنیم. ترکیب پریگاولین دوستان عزیز، مطمئن هستم اشخاصی که معتاد به این دوا هستند به سایت‌های مختلف در گوگل و همچنین در یوتیوب مراجعه کردند و معلومات زیادی گرفتند که اکثر این معلومات‌ها مشابه هم بوده که قطعا همان مسئله ها هست. کدام رای صحتر متاسفانه بر ترک این دوا وجود نداره، مخصوصا اگر با دوزهای بلند معتاد باشید. دوستان عزیز، اگر ما معتاد به پریگاولین باشیم، به نظر بگیریم که به چه مقدار پریگاولین ما معتاد هستیم، به کدام دلیل ما این را استفاده کردیم. اگر مقداری معتاد بودن ما بیشتر از 100 میلی گرم باشه، به شکل تدریجی ما این را کاهش بدیم در مدت 1 الی 2 هفته روزانه یا 1 روز بعد از مقدارش اندازه